چه اصفهان باشه چه سمرقند خیلی شبیه هم. بعضی از مثلا معماران که بناهای سمرقند و بخارا رو ساختند اصالتاً از ایران بودن، از مشهد، اصفهان یا شیراز. و همچنین ما داریم همون سبک معماری به نام آذری که از آذربایجان به اصفهان و بعد به سمرقند میره. یعنی نامش آذری است ولی بیشتر در اصفهان و سمرقند نمونه ها رو میبینیم. یکی از معروفترین این معماران محمد ابن محمود اصفهانیه که نامش بر روی کاشی‌های متعدد از جمله در گور تیمور دیده میشه. اون بالا اگه با دوربین بگیری میبینی اسم معمار رو نوشتن. یه معمار ایرانی بوده به اسم محمد اصفهانی. محمد اصفهانی. Yes, it's written there above camera.